سرخط خبرها. موج جدید حملات خونین پاکستان بر خاک افغانستان. در پی این حملات 19 تن در ولایت کنر کشته و زخمی شدند. مراتل استنه بیگناه ولسی هیوادوال چې اکثریت ماشومان دي ټپیان شوي او یو تن شهید شوی. بلند رفتن سطح آب در شماری از بندهای کشور. وزارت آب و انرژی گفته افزایش ذخایر آبی فرصت‌های خوبی برای آبیاری زمین‌های زراعتی فراهم می‌کند. احتمال حمله زمینی امریکا بر ایران. قالیباف میگوید که منتظر حمله زمینی امریکا اند. سلام بر شما. با بسی خبر این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم حمل 1405 هجری خورشیدی است که مصادف است با 30 مارس 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. پاکستان بار دیگر حملاتی را بر خاک افغانستان و در مناطق مسکونی مردم در ولایت کنر انجام داد. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در نتیجه این حملات 1 تن جان باخته و 18 تن دیگر زخمی شدند. آنایتا اندر با شرح بیشتر. با وجود این که قرار است فردا جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان برگزار شود، نیروهای پاکستانی روز گذشته بار دیگر حملات را بر خاک افغانستان و در مناطق مسکونی مردم در ولایت کنر انجام دادند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، میگوید که در نتیجه شلیک راکت از سوی نظامیان پاکستان بر غیر نظامیان در کنر 1 تن جان باخته و 18 تن دیگر زخمی شدند. فطرت این حملات را جنایات جنگی دانست که به گفته وی بر مناطق مسکونی مردم انجام می شود. د پاکستان پوځي رژیم د جنگي جنایتونو په دوام پرون مازدیګر 15 بجې د کونړ مرکز اسداباد پر اړوند کلیوالي سیمو او ولسي کورونو د یاد رژیم د ملیشو لخوا د هوانونو او نورو ثقیله وسلو فایرونه شوي. په نتیجه کې زموږ 18 تنه بیګناه ولسي هیوادوال چې اکثریت ماشومان دي ټپیان شوي او یو تن شهید شوی. با این همه بنیاد بین المللی حقوق بشر در گزارش اعلام کرده است که در نتیجه حملات با سلاح‌های سنگین و شلیک مرمی هاون از سوی نیروهای پاکستانی بر مناطق مسکونی در امتداد خط فرضی دیورند دست کم 17 تن غیر نظامی به شمول زنان و کودکان زخمی شدند و این کار باعث آواره شدن تعداد زیاد از خانواده ها نیز شده است. این نهاد تاکید کرده است که هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است و از نیروهای پاکستانی خواسته است که فوراً حملات را متوقف کنند. این نهاد از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز خواسته است تا این رویداد را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند. یو داسې هیواد دی چې نه بین الدول نه بین الملل نه اسلامي نه د ګاونډ اصولو ته ژمن هیواد نه دی. فکر کوم چې په دې تړاو باید لوی ګام واخیستل شي. ملل متحد، OIC، اسلامي هیوادونه، روسیه، چین دوی باید په دې تړاو خپل کلک دریځ ونیسي. در سوی دیگر امیرخان متقی، وزیر خارجه امارت اسلامی، در دیدار با سرپرست سفارت ایران در کابل پیرامون اوضاع منطقه به ویژه افغانستان و پاکستان گفتگو کرده. متقی گفته که افغانستان خواهان حل تنش‌ها با پاکستان از راه گفتگوهای واقعی و معنادار است، اما حق دفاع را مشروع می‌داند. مولوی امیرخان متقی صاحب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت په تړاو د ایراني چارواکو مثبت دریځ وستایه او د افغانستان اصولي دریځ بیان کړ چې د معنا لرونکو او رښتینو خبرو له لارې د دواړو لورو د معقولو غوښتنو د حل غوښتونکی دی. حکومت‌های پاکستان و افغانستان از بعد تأسیس حکومت پاکستان با هم مناسبات خوب نداشتند، اما این اولین بار است که پاکستان در عمق قلمرو افغانستان حمله می‌کند. دلایل زیاد است، اما 2 دلیل بسیار عمده و قابل توجه است. یکی که اردوی افغانستان سلاح لازمه بر دفاع هوایی نداره و سلاح توپچی دوربرد یا میانبرد نداره، یعنی سلاح راکتی که داخل قلمرو پاکستان حمله کنه نداره.
در حال پاکستان حملات هوایی بر خاک افغانستان را ادامه داده که قرار است فردا سه‌شنبه 31 مارچ در شهر پشاور جرگه مشترک افغانستان و پاکستان با محوریت اعتمادسازی و مذاکرات جدی برگزار شود. با توجه به تشدید تنش‌ها و ادامه جنگ طلبی پاکستان دیده شود که برگزاری این جرگه میتواند به کاهش قطع حملات پاکستان بر افغانستان کمک کند یا خیر. وزارت امر به معروف و نهی از منکر از شناسایی و نجات 4 کودک ربوده شده از برخ در ولسوالی سالنگ ولایت پروان خبر داده است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که این کودکان در نتیجه تلاش مشترک محتسبان وزارت امر به معروف و در هماهنگی با نهادهای امنیتی و استخباراتی نجات یافتند. وزارت آب و انرژی اعلام کرده که در پی بارندگی‌های اخیر سطح آب بند قرغه کابل، بند سلطان غزنی و بند پاژدان هرات افزایش یافته است. این وزارت گفته که با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیام در افغانستان، افزایش ذخایر آبی فرصت‌های بهتری را برای آبیاری‌های زمین‌های زراعتی، تقویت امنیت غذایی و مدیریت مؤثر منابع آب فراهم می‌کند. و در خارج از کشور، در 31مین روز جنگ ایران و امریکا و همزمان با جهش قیمت نفت، دونالد ترامپ از احتمال تصرف جزیره خارگ ایران سخن زد. رئیس جمهور امریکا در عین حال گفت که در مذاکرات غیر مستقیم با ایران عملکرد بسیار خوبی دارند. در همین حال رئیس مجلس ایران اظهار داشت که منتظر حمله زمینی امریکا اند. در چند روز اخیر امریکا ایران را به آغاز جنگ زمینی و اعزام نیرو به این کشور تهدید کرده و هشدار داده است که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد این اقدام انجام خواهد شد. در مقابل مقام‌های ایرانی همواره گفتند که در برابر هر گونه تجاوز ایستادگی می‌کنند و حتی برای رویارویی زمینی آمادگی دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فاینانشال تایمز گفته که می‌خواهد نفت ایران را در اختیار بگیرد و ممکن است ترمینال اصلی صادرات نفت ایران در جزیره خارگ را تصرف کند، جزیره‌ای که میزبان یک ترمینال بزرگ نفتی ایران است. ترامپ در عین حال گفت که در مذاکرات غیر مستقیم با ایران عملکرد بسیار خوبی دارند. می‌خواهم نفت ایران را در اختیار بگیرم و ممکن است ترمینال اصلی صادرات نفت ایران در جزیره خارگ را تصرف کنم. مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران از طریق فرستادگان پاکستانی به خوبی در حال پیشرفت است و زودی شاهد توافق با ایران خواهیم بود. در حال ترامپ مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا را خوب توصیف می‌کند که روز گذشته وزیران خارجه عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه در اسلام آباد درباره جنگ جاری در خاور میانه دیدار کردند. این نشست چند ساعت به طول کشید و بخشی از تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن بود. ترامپ در بخشی از سخنانش گفت تعداد تانکرهای نفتی با پرچم پاکستان که جمهوری اسلامی اجازه عبور آنها را از تنگه هرمز داده بود 2 برابر شده و به 20 کشتی رسیده است. با آغاز معاملات بازارها در آسیا، قیمت نفت به بیش از $115 در هر بشکه افزایش یافت، رقم نزدیک به بالاترین سطح از زمان آغاز درگیری‌ها. در مقابل محمد باقر قالباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت که خبرهایی که پیش از باز شدن بازار منتشر می‌شوند اغلب فقط بهانه برای نقد کردن سود برخی افراد است و معمولا نتیجه بازار برعکس همان تبلیغات می شود. او نوشت که اگر قیمت را بالا بردند روی کاهش و اگر پایین آوردند روی افزایش قیمت معامله کنید. او همچنان گفت که دولت آمریکا در عیان پیام مذاکره می‌فرستد و در پنهان برای حمله زمینی نقشه می‌کشد. او تهدید کرد که منتظر ورود زمینی سربازان آمریکایی هستند تا به جان آنها آتش بیاندازند. دشمن علنا پیام‌های مذاکره و گفتگو می‌فرستد در حالی که مخفیانه در حال برنامه‌ریزی برای حمله زمینی است. مردان ما منتظر ورود سربازان آمریکایی به میدان هستند تا آنها را با آتش بکشند و متحدان منطقه‌ایشان را یکبار برای همیشه مجازات کنند. ما مطمئن هستیم که می‌توانیم ایالات متحده را مجازات کنیم. کاری کنیم که از حمله به ایران پشیمان شود و حقوق مشروع خود را قاطعانه تضمین کنیم. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله زمینی آمریکا، نیویورک تایمز گزارش داده که چند صد نیروی عملیاتی ویژه ایالات متحده به خاور میانه رسیدند. این روزنامه به نقل از 2 مقام نظامی آمریکایی نوشته که این نیروها به هزاران تفنگدار دریایی و چترباز مستقر در منطقه پیوستند و همکنون 50,000 نیروی آمریکایی در خاور میانه حضور دارند. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان بسی خبر این ساعت میز خبر از آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.